روز بخیر. اخبار 30 نوامبر رو از استودیو رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه ای سوربون سرخوش نرون. بعد از سخت‌تر شدن مجازات برای راننده‌های سرخوش، ناظران راه 700 نفر را در چنین حالت بازداشت کردند. درآمد بیشتر شده است. مقامات تاجیک میگویند امسال انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن 18% افزایش یافت. و دختر هم انسان است یا چرا در خانواده‌های سنتی آسیای مرکزی دختر با پسر حقوق برابر ندارد؟ دخترانم برایش آدم نبودند، ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند، ولی دختران هم انسانند. بازرسی دولتی автомобили توجیکستان طول 2 ماه در راه‌های کشور حدود 700 راننده را در حالت مستی بازداشت کرده است. ماه سپتامبر امسال پارلمان توجیکستان جزا را برای رانندگان سرخوش سخت‌تر کرد. 15 شبانه روز حبس و یا از 15 تا 30,000 سومانی جریمه. وزارت کارهای داخلی توجیکستان میگوید بیشتر راننده‌های بازداشت شده حبس را انتخاب کردند. بعد تغییر الواه‌های نو وارد شدن به کودکس حقوق بیانکنی ماموری، مجازات سر حقوق بیانکنی‌هایی که در حالت مستی صادر میشوند از طرف رانندگان که پس چمبر رول با در حالت مستی نشستند و به حجت رانندگی مجازات وزنی پیشبینی شده است و از همه رانندگان باعث میشود که سر این اندیشه کنند و در حالت مستی و به حجت رانندگی سر چمبر رول ننشینند. مقامات رانندگی با صورت بلند و مست نشستن رانندگان پشت چمبر ماشین را عامل صدمه‌ها در کشور می‌دانند. طبق اطلاع رسمی تا ماه ایول امسال در راه‌های تاجیکستان بیش از 700 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در آن بیش از 230 نفر هلاک شده، 800 کس دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را بر عهده گرفت. خبرگزاری ریترز از قبل هفته‌نامه الانبا که وابسته این گروه تروریستی است نوشته است راننده ماشین سرباز خلافت بود. سیف الله سیفی 29 ساله که شهروند ازبکستان است 3 روز پیش با ماشین کرایه بر روی راهگذران راند و 8 نفر را کشته و 11 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس میگویند سیپوف مخصوص روز هالووین را انتخاب کرد چون فکر میکرد میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. این حمله در شرایطی انجام شد که تحلیلگران میگویند گروه‌های افراطی و جنگجویان از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان هرچی بیشتر به یک منبع خطر در کشورهای خارجی تبدیل میشوند. با این سوال طاهری سفر به یوزف لنگ تحلیلگر از مرکز مطالعات شرق در لهستان مراجعت کرد. ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند، نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند، در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر آسیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افراطگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افراطگرایی هم بسیار مشکل است. بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب میآیند میگویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب میمانند، بهره‌مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست میزنند؟ باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا میآیند و پناهنده میشوند، به عملهای تروریستی دست نمیزنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و میخواهند فعالیت‌های تروریستی انجام دهند، اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه‌های افراطی و تروریستی شامل میشدند و در صف این گروه‌ها جنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده‌های دینی به اروپا و آمریکا می‌روند، اکثرا به فعالیت‌های تروریستی دست نمی‌زنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست زد.
در سنت پتربورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فردی داخل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است. آیا چنین حمله ها می توانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کمتر کنند؟ بسیاری از ازبک هایی که به آمریکا رفتند اساساً برای کار با آنجا مهاجرت کردند. ولی چنین حمله ها بیانگر آن است که تندروان آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می شوند. مرکزی جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند، اما با این جهاد نه گروه های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه های جهادی تأسیس داده افراطیان آسیای مرکزی در عراق، بلکه افراد علاهیده و یا به اصطلاح گرگان تنها همراه شدند. شکل کامل این مصاحبه و صحبت خواهر سیف الله سیپوف متهم در حمله نیویورک به همین زودی ها در سامانه ما cw.azadi.org و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نشر می شود. رو میاریم به موضوعهای دیگر. مبلغ‌های انتقال داده مهاجران کاری توجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در این باره شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان کشور در پی یک نشست خبر داد. در 4 سال اخیر این بار نخست است که پول فرستاده مهاجران به وطن زیاد شد و به 1 میلیارد و 700 میلیون سومانی رسید. در سال 2014 بنابر بحران مالی در روسیه و اخراج 300,000 مهاجران تاجیک حجم انتقال پولی آنها با یک بارگی پایین رفت. در جامعه های سنتی آسیای مرکزی تبعیض جنسی از مشکلات عمده باقی میماند. تاکنون در خانواده ها به تولد پسر اولویت میدهند و زن دخترزا پیوسته مورد فشار شوهر و پیوندان او قرار میگیرد. هنوز عقیده پابرجاست که مرد دوام دهنده نسل است. قهرمان گزارش نوبتی ما نیز تنها بعد فرزند 4 صاحب پسر گشت، ولی این طفل در انتظار زمان به دنیا آمد که پدر خانواده از بری چند دختر خردسالش گذشت. اقنور با کودکان زیادش در یک خانه گیلی در کناره بیشکک به سر میبرد. او 4 دختر و 1 پسر خرد دارد که دیر باز انتظارش بودند. اقنور به اینجا با امید زندگی بهتر 4 سال پیش از دهه آمد. اون زمان او حتی تصور نمیکرد که روز 5 فرزندش را به تنهایی کلان میکند. شوهر اقنور همیشه پسر میخواست، ولی تقدیر یک پی دیگر برایشان دختر را نصیب میکرد. همین سبب شد که در میان زن و شوهر جنجال آغاز شد. وقتی اقنور فرزند 5مش را انتظار بود، تشخیص اولتراسادایی جنین را دختر گفت. پدر خانواده به غضب آمد و عائله را ترک کرد. 4 قızım töröldü, در قız töröldü dedi başladı. همه دوستان مرا طعنه میکردند که پسر ندارم. در این باره زیاد میگفتند. بعد تولد دختری 4م میگفتند انا باز یک دختر دیگر. او هر روز مینوشید. دخترانم را آدم حساب نمیکرد. میگفت که آنها نباید در اینجا باشند. برای من شنیدن این حرفا خیلی سخت بود. نمیخواستم زندگی کنم. اقنور از شوهرش جدا شد. دادگاه شوهرش را موظف کرد که هر ماه 6,000 سوم الیمنت پرداخت کند. اما یا با امر تقدیر بود و یا اشتباهی تشخیص پزشکان که طفل 5 اقنور پسر به دنیا آمد. شوهر سابق با شنیدن این خبر خواست به عائله برگردد. او آمد، ولی من دیگر نخواستم همراهش زندگی کنم. دخترانم برایش آدم نبودند. ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند. ولی دختران هم انسانند. در عائله های قرقیزستان اکثرا به تولد پسر ترجیح می دهند. به توجهی خانواده ها به دختران در کشورهای دیگر از جمله جامعه سنتی تاجیکستان نیز مشاهده می شود. معمولا در عائله ها برای رشد دختران کوشش نمی کنند. برای پسران باشد برعکس تمام شرایط مهیا کرده می شود. شروع از بازیچه بهترین تا معلومات عالی خوب. چون این مناسبت تمغه گذاری را به وجود می آورد که دختران تنها رسالت خود را در عائله و خانه می بینند. Видят себя только в семье, в доме.
دو دختری بزرگی اقنور در مکتب تحصیل میکنند. آنها زندگی قشاقخانه دارند و نمیتوانند برای خود چیزی بیشتری را اجازت بدهند. اقنور جای کار نمیکند، در حالی که باید مبلغ خانه را پرداخت کند. برایش والدین که بازنشستند کمک میرسانند. من بازار روزگارم را پیش میبرم. کودکان خردی لباسهای کلانی ها را میپوشند. از پول یک نفقه تنها به یک نفرش لباس میخرم و در یک نفقه بعدی به دومش. هر وقتی که برای پرداخت پول خانه مبلغ نمییابم، صاحب خانه مشکلم را درک میکند. تحلیلگران میگویند مادران تنها در قرقیزستان اکثرا از نبود دستگیری اذیت میکشند. محض با همین سبب برخی از آنها مجبور میشوند از اقدامهای دیگر کار بگیرند. متاسفانه با شنیدن آنکه جنسی جنین دختر است، آنها اسقاط حمل میکنند. متخصصان هشدار می‌دهند که حالا فرصت رسیده است که باید مشکلات خانوادگی اقنور و همین گونه از صدها مادران تنها در قرقیزستان را همچون مشکلات حکومتی بررسی و حل کرد. روز 4 نوامبر در دوشنبه چمپیون تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با برنده جام اتحادیه آسیا دسته نیروهای هوایی عراق ایر فورس در تاجیکستان قوه‌آزمایی خواهد کرد. خبرنگار ما امردین اولیموف درباره آمادگی‌های دسته به این بازی حل کننده گزارش تهیه نمود. تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایر فورس برنده فعلی جام AFC بوده با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 30 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند. وصلت بعثة نادي القوات الجوية يوم أمس الساعة 1 ليلا. طبعا ما ساعت 1 شب به دوشنبه رسیدیم. به دلیل بد بودن باد و هوا در عراق سفر ما کمی تأخیر کرد. دسته ما همه‌جانبه آمادگی می‌بیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیای فوتبال آسیا را این سال هم به دست می‌آوریم. للنسخة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دستپروران محسن محمدیوف با رجای مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد از دسته جوهر دارول تعظیم مالزیا با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است. توازیر خیلی کارا به انجام رسانده شده در جریان برگزاری بازی نهایی. یگان مشکلات نیست، کارا هر روز دوام. ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این باخت را براریم و تمام مردم تاجیکستان را خرسند آوریم. بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته‌های استقلال دوشنبه قهرمان 6 کرته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. نرخ بلیت این بازی به منبر اساسی 20 سومانی و به منبرهای دیگر 10 سومانی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب جایزه مالی به مبلغ 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده می‌شود. و یک مهاجر کوری توجیک از شهر براتسکی ولایت ایرکوتسک روسیه به رادیو زودی ویدیو یک اختراع گروهی از ساکنان نویای رشت را فرستاد که کاری پختن پلاو را بسیار آسان میکند. ویدیوی دستگاه ساده ریزه کردن سبزی را گزرعلی اشخانوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن با جزئیات کاری اختراعاتشان را نشان میدهد. این چند خبر و گزارش مهمی بود که میخواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.azadi.org میتونید پیدا کنید. همچنین در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتونید پیگیری نمایید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب و خدا نگهدار.